توی هر سنی که هستید لطفاً چند لحظه وقت بگذارید این تصویری رو که بهتون نشون میدم حتما نگاه کنید. توی تصویر چی میبینید؟ به احتمال زیاد میگید یه قوطی، درسته. و اون قوطی چه رنگیه؟ باز به احتمال زیاد میگید قرمز رنگ. خب موضوع از اینجا جالب میشه که اون قوطی اصلا رنگ نداره. الان تصویر رو بزرگ میکنیم و شما خواهید دید که اون قوطی سیاه‌سفیده. خب چی میشه که شما اون رو قرمز دیدید، یه قوطی سیاه‌سفید رو؟ چون بارها و بارها در طول زندگیتون شما قوطی نوشابه با این برند رو قرمز رنگ دیدید، مغز شما اون رو قرمز تصور میکنه، یعنی پیش بینی میکنه اون باید قرمز باشه و شما اون رو قرمز ادراک میکنید و واقعا قرمز دیدید. اصل موضوع همینجاست که جهان در مغز ما و در ذهن ما تعبیر میشه. جهان لزوما اون چیزی نیست که در بیرونه، بلکه به باورهای ما و به آنچه که تجربه کرده ایم وابسته است و آنگونه که تجربه کردیم باور داریم تعبیر و تفسیر میکنیم جهان رو. همینطور در مورد خودمون، باورهایی که در مورد خودمون داریم. خیلی وقتا من این تصویر رو به درمانجویانم در اتاق درمان نشون میدم و با این تصویر میخوام بهشون بگم که چقدر باورهای ما نسبت به خودمون میتونه بر مبنای واقعیت حال حاضرمون نباشه. اونجا که توی زندگیمون میگیم من نمیتونم، من تو فلان چیز ضعیف هستم، من در فلان کار نمیتونم خوب عمل کنم، نمیدونم ظاهرم بده و غیره، بسیار از اینها واقعیت‌های امروز من و شما نیستند، بلکه باورهایی هستند که از قبل در ذهن ما شکل گرفتن و مغز ما پیش بینی میکنه که من باید این گونه باشم و حتی واقعیت رو اون گونه تعبیر میکنه. اما به قول سهراب سپهری چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگر شک کنیم به باورهامون و این واقعیت رو در مورد مغز بدونیم که جهان در ذهن ما بر مبنای الگوهای قبلی ما شکل میگیره، اون وقت میتونیم حتی در مورد توانمندی ها و ناتوانی های خودمون هم شک بکنیم و خود جدیدی رو خلق بکنیم از باورهامون، چه نسبت به خودمون، چه نسبت به دیگران و نسبت به جهان. دکتر ساسان زرابی